جواد حسین اکبر علی مهراب. بله این کی بوده ایشون؟ این مهراب جد بوده. جد ما بوده. خب و در زمان خودش کشاورز بوده. شما کمی میز. نه خودی باید آبرو نبری باید. نه میخوام این نگه دارم. بفرما. این واقعا کشاورز بود. در زمان خودش خیلی هم قدرتمند بود. صحیح. فرمان حاکم کرمان که بود پهلوان پهلوان پایتخت میاد کرمان به دیدار فرمان هم که همونی بوده به مردم بهش میگه چیز پیدا میشه با این کشتی بگیره از چیزای کاریاش فرمان اون موقع حاکم اون موقع گفتن یه نفر مهراب هسته این کشاورز هم هسته زردوشتی هم هسته اگر قبول کنم ممکنه از پس فرمان بیاد میرم به مهراب بیا من اصلا کشتی بلد نیستم نیز کار میدم میگه خب بیا فرمان است دستار میرم رو چیز زمین کشتی مهراب بگو چیز قهرمان کشتی میگه من وای مستم اگر من تخون داری تو بردی وای مثل اون کشتیگیر هر چی فرماسی اینطوری نشد کن تو این وای مثل مهراب برجاش من رو دستاش این فشار میده این در اصلا فشار من نه چشماش بیا از هم میده سجده میکنه میفت پایی سجده میکنه میمیره مهرابش زردشتی بوده در میره تو خونه مجتهد اون موقع اون موقع بس میشینه حساب کسانی در خونه مجتهد بس میشستن اینا چیز بودن از طرف حاکم و اینا در هم بودن که دیگه کارشون میکنه میرن این خوب میبینی اینجا تو شاه این جاده پیش مجتهد میگه من میخوام برم چیکار کنم این باید مسلمان بشه این چه ما مسلمانم من از همین حال مسلمان میشم شما مسلمانی و از اون از طرفی هشت سال گفتم نه 5 تا گفتم جواد حسین اکبر علی مهراب 5 یعنی ما 500 سال نه 400 سال هم 400 از این طرف مثلا زمان فرض کنیم کریم خان زن آره این طور کشتیگیری که اومد کرمان این سید و سید عباس اما تو شرقی اینطور شد گفت خب این با چیز یک احترام فوق‌العاده تشییع جنازه بکنه و دفنش بکنه اینا اونه همین عباس این محل اینی گرفتن از این چیز کردن خیلی تشییع جنازه بزرگی تشویق اینجا خاکش کردن دو شانسه یه اتاق زن ایشو به حساب کرمانیا عباس علی و هنوز اینقدر نزد و نزورات برای میکنن تشکیلات بله دیگه این موضوع رو قطع کنید که من میخواستم یکی